تسلیم میکنم. همینش البته پیش راهی مرا گرفت است. دیگر دنیا در نظر من هیچ چیز چگونه گذشت خود درک نداشتم. از این خاطر مولوی میگه منوی پاستا برای با قوت کردن مردانگی و فایز مردانگی را زیاد کردن و کسلی بیماری پروستات خانه گرفتگی و غیره ها. سمیوان برای بزباله شوی فربه شوی و با قوت کردن مرد. مینوکسیدیل برای موی سر رو حفظ کردن و کسانی که ریش ندارند میخواهند ریش برارند. سپری برای پشم بدن رو نیست کردن و کسانی که میخواهند پشم بدنشان رو نیست کنند. روغن سیادانه ارگینال آوردگیم از بغرض مرگ به همه کسل دوا است. مرحمت زکس کنید دستفکت تا مترو را بپو برای نظر اول به حال پیش و پس کن، پس از وی دولتی فانی حوض کن. اول یک گرد اطراف را تماشا کن، یک تاریخ دنیا را بخوان، بعد از آن محبتی بر دنیا میبندی یا نمیبندی این به عقل تو وابسته است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته این پیش سخنی که بر شما کردم این درباره آن است که ما و شما امروز کار دنیا، مشغولیت دنیا ما و شما را به خودش مشغول نکند، ما و شما را به خودش جلب نکند، بلکه ساعت عبادت خدا را ما و شما فراموش نکنیم. در اون ساعتهایی که عبادت خداست ما و شما مشغول کار دنیا میشیم. این دنیا همان دنیایی هست که تمام پیغمبرها را نوبت به نوبت چکار کرد؟ جواب داد. تمام عزیزان خدا را جواب داد. برای هیچ کدام او رحم و مشقت نکرد. این هم تا دنیا هست. رسول اکرم میگه لا تعدلوا مثل جناح بعوضة ما سقا کافرا منها شربة ما. خدا میگه که همین دنیا بچنان یک مخلوقی بدیده شده است در نظر من که اگر همین دنیا قدر یک پری پشه در نزد من قدر می داشت، این کافرایی که امروز منکر خدا هستند، منکر قرآن هستند، من نمیگذاشتم که اینها یک قطره آب از این دنیای من بخورند. لیکن این دنیا در نزد من قدر ندارد، قیمت ندارد. برای همین هر کسی که هر کاری میکند کردن بگیرد، مگر از اونها من چکار میکنم؟ جزای اعمالی که در دنیا گذرانیدن از اونها من طلب میکنم. به گورستان گذر، یک دم نظر بر اهل حسرت کن. سری حسرت پیچیدن در چاک گریبانی. به تاج و تخت و آب و رنگ این فانی چی مینازی که بعد از مدت اندک به خاک دهر یکسانی. گذر از آب و رنگ و دون بنای خانه دین کن. جهان ناید بکار اما بکار آید مسلمانی. این جهان بکار نمیاد، بلکه بکار تو چی میآید؟ این توشه و این مهنتی که تو بحر اسلامت کرده زی، اینا البته بر تو دستگیر میشه. موعظه ای که الحال بر شما آماده کردیم این درباره مرگ است. ما و شما باید بدانیم که مرگ اولا چی هست و چگونه به سر بنده مؤمن حمله ها دارد. میخوام این آغاز موضوع را از یک غزل از مسکین شاهانی هست بر شما افتتاح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این دیده ها گریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. ما را غضب کرده خدا،
ما را غضب کرده خدا، از دوستان خود جدا. هستیم غریب و بینوا، از دست کی؟ از دست مرگ. در دشتها آواره ام، در دشتها آواره ام، چون غنچه صد پاره ام. خود بنده بیچاره ام، از دست کی؟ از دست مرگ. من زهرها نوشیده ام، من زهرها نوشیده ام، چشم از همه پوشیده ام. زهراب غم نوشیده ام، از دست کی؟ از دست مرگ. گلگون قبا پوشیده ام، گلگون قبا پوشیده ام، سر در کفن پیچیده ام. دریا صفت جوشیده ام، از دست کی؟ از دست مرگ. هر دم ز من فریادها، هر دم ز من فریادها، فردا بگویم دادها. من می روم از یادها، از دست کی؟ از دست مرگ. مسکین سخن کوتاه کن، مسکین سخن کوتاه کن، برخیز و عزم راه کن. یا شکوه بر الله کن، از دست کی؟ از دست مرگ. از دست کی؟ از دست مرگ. حضرت گفتن ای مسکین از جای خود بخیز و این نظم و غزل خطا کوتاه کن، زیرا که شاید که بالای همین کتابت غزل باشه که همون مرگی که تو یادآوری داری بالای تو حمله کند. زیرا تو نمیدانی که مرگ در کدام ساعت بالای تو می آید. البته به البته بچه عمر عبدالله خدا رحمت کند، عمر با همراهی این بچهش اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبه. روز رسول اکرم از سر شانه من داشت و چی گفت؟ و قال یا ابن عمر، ای بچه عمر، کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل. بچه عمر، من بر تو نصیحتی میکنم. نصیحت من همین است که در دنیا مثل غریب باش او عابر سبیل، یا مثل که یک آدمی که از راه گذرانده هست و می رود راه را تمام میکند، مثل همون باش. در دنیا خطا یا رونده راه حس کن یا مثل یک غریب حس کن. حضرت وقتی میگه نصیحت من گفتم و کان ابن عمر، و دائم همین بچه عمر چی میگفت؟ مردم میگفت اذا امسیت فلا تنتظر صباح و اذا اصبحت فلا تنتظر مساء. ای مردم، من از پیغمبر خدا یک نصیحتی گرفتم که بر شما خلاصه او را میگم. خلاصه این نصیحت پیغمبر این است که اگر شما در بیگاهی قرار داشته باشین، نفس خودتان تا سحر مهلت ندین. اگر بیگاه شما زنده باشین، شما 100% باوری نکنین که شما تا سحر زنده میمانین، همچنان باوری در دلتان پیدا نکنین. و اذا اصبحت، وقتی که اگر سحر شد تو از خواب خیستی، فلا تنتظر مساء، تا بیگاهی را جان خود مهلت نتی، تا بیگاهی را باور نکن که من زنده هستم، بلکه چکار کن؟ خذ من حیاتک لموتک و من صحتک لسقمک. حضرت نصیحت کردن ما و شما را که از این خاطر این حیاتی که بالاش مرگ هجوم دارد از دست شما میگیرنش، از این خاطر برای روز مردنتان این حیات غنیمت بشمارین. و این تن صحتی که قدم زنان به مسجد دوان دوان میایین،
این تنصیحت هم غنیمت بشمارین برای روزی چی؟ برای روزی مرگتون. از این خاطر مسکین هم گفتن تیزتر غزل بود کن، شاید که این مرگ نامعلوم است که این ساعت بالای من میاد یا ساعت دیگر. مرگ خود چی معنا دارد؟ مرگ در قرآن به نام موت ذکر می شود.